اینجا خوبه؟ اینجا؟ اوکی. خب اگه دنبال شروع یک کسب و کار خونگی هستی، این همونه. با این دستا میتونی محصولاتی مثل پودرها، گیاهان دارویی، تنقلات رو توی وزن‌های مختلف در بسته‌بندی‌های مختلف پر کنی. این بسته‌بندی‌ها میتونه داخل ظرف، قوطی یا حتی سلفون باشه. کلاً بسته‌بندی میتونه ارزش افزوده محصولت رو چندین و چند برابر کنه. پس اگه محصولی داری اونو فله نفروش، توی وزن‌های مختلف بسته‌بندی کن، یا حتی میتونی محصولات رو فله بخری توی وزن‌های مختلف در ظرف‌های مختلف یا حتی توی سلفون‌ها بسته‌بندی کنی. این دستگاه قیمتش زیاد بالا نیست، پرکن رومیزی آراد ماشینه، فضای خیلی زیادی هم نمیگیره، اما میتونه برات یه درآمد جدی بسازه.